نهایت سخت بود، اما به هر صورت آن زمان بسیار هم سخت و دشوار و سنگین را از سر گذراندیم و از سال 1915 به بعد 2015 به بعد یعنی از زمانی که به سر کار رئیس جمهوری محترم ما شوکت میرزیایف آمدند، بحث ملت‌های دیگری ازبکستان از جمله تاجیکان و دیگر ملت‌هایی که مسکون ازبکستان هستند، مقیم ازبکستان هستند، تغییر یافت و خیلی از امکانیت‌ها، آزادی‌ها برای مرکزهای ملی و فرهنگی این ملت‌ها به وجود آمد و برای رشد زبان و ادبیات و فرهنگشان نیز راه باز شد. ولی هنوز من در چند منطقه های تاجیک نشین جمهوری ازبکستان بودم، ولی وضع در ساحه تعلیم اونقدر خوب به نظر نمیرسد. مثلا خب بعضی منطقه هستند که مکتب های تاجیکی یا سینفخانه های تاجیکی برقرار میشن، ولی در ولایت های مثل بخارا، سمرقند که مکان اصلی یا تاریخی و قدیمی تاجیکان گفته میشود، مکتب برقرار شوی مکتب های تاجیکی به گفته باشندگان این منطقه خوب نظررس نیست. یعنی این چیز وقت میخواد و چی تقاضا دارد؟ افسوس که این ارث از زمان شوروی تا به امروز آمد رسید و از سالهای 1950 به بعد ما یک باره در شهر بخارا و اطراف اون گم شدنی یا که از بین رفتنی مکتب های تاجیکی را ما مشاهده میکنیم. در سالهای 60 بیشتر شد و از اون به بعد باز بیشتر شد و رفته تا دوره استقلال 2-3 تا مکتب تاجیکی در اطراف بخارا باقی ماند و این هم در همون 20 سال اول استقلال اینها هم گویا که از بین رفت و تا جایی که من میدانم تنها در یک ناحیه پیشکو یک مکتب نیم تاجیکی باقی مانده است. یک صنفخانه، یک صنف، آره در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم. در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. در ناحیه سمرقند یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد و در بعضی ناحیه‌های دیگر از جمله در تایلاق، از جمله در ارگوت یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد که جمهوری تاجیکستان هم یک مکتب نوی تاجیکی ساخته شد. بله و در نمنگان، در ولایت نمنگان هم در شهر امروز ندارد وجود تاجیکی، گرچه تاجیک زبان ها کم نیستند در خود شهر نمنگان و در اطراف فقط در کاسانسای فکر میکنم یک چند مکتب باقی مانده است و در چوست، ناحیه چوست یک یا 2 مکتب به زبان تاجیکی باقی مانده است. در ولایت فرغانه فقط تنها ناحیه سوخ که اونجا 99% اهالیش تاجیک زبان هستند، در اونجا مکتب های بیشتر باقی مانده است و تا جایی که شنیدم بعضی مکتب ها باز صنف های ازبکی هم باز کردن در اونجا. و در قشقدریا ما در ناحیه شهر سبز و کتاب و دهقان آباد در همین 3 ناحیه مکتب های تاجیکی را میبینیم. اینا هم خیلی زیاد نیستن البته، اما نسبت به دیگر ولایت ها پیش دست‌ترند. اما بیشترین مکتب های تاجیکی در ولایت سرخندریا می باشند، در ناحیه سریاسیا، اوزون، بایسون، دهنو، این در اینجا باقی ماندند و تا جایی که شنیدم تا اول استقلال در ازبکستان 700 یا 700 و چند تا مکتب های
تاجیکی و نیم تاجیکی وجود داشته است که امروز متاسفانه به سرعت اینا کم شده‌اند، کاهش یافته است و امروز ما در تمام کشور 255 یا 256 مکتب تاجیکی و نیم تاجیکی داریم. در بعضی دانشگاه ها ما گروه های تاجیکی داریم و اینا هم بیشتر ابتدایی، یعنی تحصیلات ابتدایی و فیلولوژی زبان و ادبیات تاجیکی حساب می شوند که از همه قدیم ترینش همین بخش فیلولوژی زبان و فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی سمرقند حساب می شود. پشتین در دانشگاه دولتی ترمیز در سال 1992 گروه های تاجیکی تأسیس یافت و یک گروه فیلولوژی تاجیکی و یک گروه تحصیلات ابتدایی تأسیس یافت و یک دوره اینها قطع شدن، باز دوباره باز احیا شدن و امروز خدا را شکر که رواج این بخش ها در دانشگاه دولتی ترمیز بد نیست.